واقعی مؤمنی کامل گفته میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که من احب لله، کسی که دوست داشتن به خاطر خدا باشه. اگه دوست داشتنی به خاطر خدا مؤمن با مؤمن همه وقت باید که محبت دوستوریش به خاطر خدا باشه که در یک حدیث دیگر باز در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که میگه احب الاعمال الی الله تعالی الحب لله و البغض لله، لله فی الله به معنای لله، یعنی دوست داشتنی عمل ها به سوی پروردگار دوست داشتنی به خاطر خدا هست و بدیدنی به خاطر خدا. یعنی یک چیز، یک کار، یک کس، یک عمل انسان دوست می‌داره مخصوص به خاطر خدا، با بد هم می‌بینه به خاطر خدا. اگه دوست داشتنی به خاطر خدا مثل که صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، مثل حضرت این یک تا مثالش که بلال حبشی که همین شخصیت زنگی بودن، حبشی بودن، سیاه پوست بودن، که همون قدر دوست داشتنی به خاطر خدا در مسلمان ها وجود داره که امروز ما تاجیک همونه که دوستش میداریم، خواه تاجیک، خواه عرب، خواه تمام مسلمانی که در کره زمین وجود داره همه بلال حبشی را دوست میداره. حالا که حضرت بلال نه تاجیک هم میدونست، نه تاجیکستان و نه ما و نه میلاد ما نه لفظ ما، یکی دوستش میداریم. به خاطر چی دوست داشتنیم؟ به خاطر خدا هست. یک مراتب میگه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را یکی از صحابه میگه همراهش یک کمتری صحبت کردن، گپ زدن، و بعد در دوام صحبتش میگه حضرت بلال یابن سودا گفت. یابن سودا به معنای میشود که ای پسر سیاه، یا که کسی که مادری تو سیاه هست، سیاه پوسته بوده. یابن سودای بلندش بود. این گفته که حضرت ابوذر غفاری بود، یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم. یابن سودا، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادن که ابوذر غفاری همین سلمان یابن سودا گفت، ای پسر سیاه گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا ابوذر گفت انک رجل فیک خصلة جاهلیه. ای ابوذر گفت تو کسی هستی که در وجود تو حالی هم خصلت جاهلیت وجود داره. تو مردی هستی که در وجود تو خصلت های جاهلیت حالی هم وجود داره، که تو برادر مسلمان تا یابن سودا بودی، یک پسر سیاه بود. بعدا حضرت ابوذر غفاری با پیش بلال حبشی اومد و بینه که در بین صحابه ها اگه کارایی که صحابه ها کردن، کارایی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم که عصر نور بود، دیلشون نورانه بود، اسلامشون حقیقی بود، در بین صحابه ها حضرت بلال منع کرده. گفت ای بلال، گفت اگر گفت تو من در همه جوازی با پشت خواب میکنم، تو پوت در روی من مونده نگذاری، من تره اجازت نمیتونم. ببین از همه در کمی انسان جایی با قدر، جایی مثلا که تفاخرش حسنش همه روح هست، لیکن امیر همه قدر فیدا کرد در یک زنگی، در یک حبشی که گفت تو پوت در روی من مونده نگذاری، نمیمونم که تو بگذاری. گفت با چی خاطر؟ به خاطر که یک بار من تره یابن سودا گفت، ای پسرسی. حضرت بلال حبشی از زمین برداشته شد، در آغوش گرفته، گفت بخشنده خداوند است، ما برادر هستیم. گوه میشه که در بین برادر یک نفهمی میشه، اما خواهم نخواهم برادرم با خوب میشن. یعنی که کمی محبتی در اسلام ببین برادری که حتی که فرق نداره که این برادر مسلمان ما حبشی، روسی، نمیسی، انگلیسی، مثلا تاجیک، ازبک، قزاق، فرقی نداره. هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او برادری ما و شما، از هر کجا که باشه، از هر منطقه هم که باشه. یعنی یگونه چیزی که گفتی همون پیشتر اینترنشنالیسم میگفتن، یگونه از همه در بهترین و خوبترینش در همین اسلام هست. در دیگر جا اگر باشم به نام است، یعنی که در اسلام حقیقیش است.
اکه برادریه که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت بهترین عمل همین دوست داشتن یکدیگر و خاطر خدا بهترین عمل هست. دیگر گفت که کاملترین مؤمن از روی ایمانداری کسی هست که دوست داشتنش با خاطر خدا باشه. اگه دوست داشتن در همه حالت هست، نه فقط در یک حالتی که انسان مثلا دوست داشتنی به خاطر خدا وقتی که نباشه دوست داشتنی موقتیه. یعنی یک کس اگر یک منصب کلام بگیره، اگر هم خیش تبورش زیاد میشه از هر طرف که از همین کجا میوین، ولی بعضی همی آدمایی که در حج خیش تبورشون هسته بعد از اینجا میگن که فلانی خیش ما فلانی او را اگر خیش تبوری شبه که با همون بابی و کندش کیم یکم پیوندی قریب نداره. بعد ما هم شوخی میکنیم میگیم که او را این قدر میکوی که خیش میگیری میچسبونی او برادری خود در برد همسویه قریه در نزدیکی خودش قریه با خیش نزدیکی شو، اما خیش دور کفته و چسبانده و چند هزار کیلومتر مثلا حرکت کرده. دوستی وقتی که به خاطر خدا باشد در همه حال یک رنگ است. مثلا در حالتی که انسان اگر که به خاطر شرف دنیا داشته باشد دوستش زیاد میشه، اما اون حالتی که از شرف دنیا شما، از وظیفه و منصب شما، ثروت شما دیگر با پراکنده میشن. انا دوستی چی است که فقط به خاطر دنیا است که نه بقا داره، نه پایداری داره، نه ثواب داره. حالا که دل خواه یک مسلمان احترام و حرمت عزتش همینقدر بالای هست که در یک حدیث حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه صحابه پیامبر میگه که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یطوف بالکعبه. در مسجد الحرام میگه همین حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص که طواف میکردم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم رسول خدا گرد خانه کعبه طواف میکرد، یطوف بالکعبه. در دوام طوافش بعد به طرف خانه کعبه گشت پیامبر میگه و بعد گفت و یقول ما اطیب ریحک ما اعظم حرمتک. خانه کعبه قطع پیامبر صلی الله علیه و سلم طواف کرده، میگه من از قفای پیامبرم پیامبر به خانه کعبه گپ زده است. ما اطیب ریحک ما اطیب و اطیب ریحک، چی خوشبو هستی و چی خداوند تو خوشبو گردانده است. خودی همین خانه کعبه و اطراف مکه یا نمود یک بویه که یک خوشبویی داره. گاه همیشه هم یک تسبیح یا یک جوینموز یک اگر همون بو بکشه همون بوی همون باید میزنه که همین بو از همون طرفه. بعد با گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اعظم و اعظم حرمتک، چی بزرگ تر خدا گردانده است. ما اعظم بزرگ هستی و بزرگ گردانیده است تر پروردگار. خانه کعبه همین خیلی واسه. بعد در دوام پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرد که والذی نفس محمد بیده لحرمت مؤمن اعظم حرمتا منک. پیامبر گفت که قسم به ذاتی که جان محمد در ید قدرتی است، حرمت یک مؤمن از حرمت تو بالاتر است. یعنی همین یک انسان دوست داشتن احترام کردن یک مؤمن احترامش از احترام خانه کعبه بالا است. شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی یکی از شخصیت‌های بزرگ اسلام است که در یک صحبتش 20,000 نصرانی را مسلمان کرده که حضرت یک طریقه با مخصوصی هست قادریه خدا رحمتش کنه. بسیار شخصیت بزرگ